علی بله علی باشم علی. خب چی کار کنم الان؟ چه عجب شوخیای بچگانه نکردی؟ نه دیگه نه. الان من غذا میخوام. خب چی کار کنم؟ غذا بخر. به من شما برو غذا بخر. نه چی پاشو به غذا بخر. غذا میخوام. من غذا نمیخرم، میتونم از درست کنم. چی؟ این دریای گندگوزی ساحل نداره. اون قضیه عکاسیت بود. این قضیه غذا. بحث عکاسی رو وا نکن که هنوز فلافل من ندید. مواد اولیه میخوایم مشتی بعد چی قسم قرار درست کنیش؟ من پاستا میخوری؟ پاستا که یه جوری میزنم آجی شست پات هم بخوری آسیبم دیده الان خوردنی. بریم یه خرید بزنیم میریم هر کی پاستا بهتری درست کرد یه داور خفنم میارم. خفنه واقعا اون نظر بده. ببین اصلا بنبست آشپزی هم آره ببینیم نه با پاشو بریم. شما خدافظ. ببندتم کیا پشت لباسته میبنده. یواش علی. من بحشی میبندم. علی بحشی بازی. خب این از تجهیزات که گفتی دیگه چی میخوای؟ تجهیزات داریم. دیگه چی میخوای؟ چند بار اینو تکرار کردم. دیگه چی لازم داری؟ ماکارونی کافیه؟ اون عزیزم پاستا پنه ماکارونی بشینه. ما ده 70 هنو میگیم ماکارونی. 60 یا 70 70 نه دیگه. بزن مقام. خدا. نفر یه دونه خامه داریم. یک لایه پنیر، کره، شیر پشت. چرا الان صورتی نبودن؟ خیلی ملاک نیست. قارچ با سیر و سیر وزنه تیر. آفرین. باشه. خب سرگاهی دارم هم زد بیرون. آره یه لحظه. الان شروع کنیم. آقا شروع کنیم بریم. میبازی ها؟ اونو میذاریم بپزه و سس موسینا همه چیزا درست. میبری یا ببرم؟ آقا بخیر. خب من باز میام پس. دمت گرم. خسته نباشی. آفرین. آب روشنایی. رو گاز نه. بلم کن. شاهکار علی داریم اینجا. علی جان آب کم نیست من بکنم. نه واقعا به نظرت این آب کم نیست بچه اون آبو ببینید. اما طولش زیاده. داداش به طوله مگه؟ بچه اون طوله یا با همونه؟ خیر. بزش بلدی؟ بچه ها یاد گرفتن اصلا اینجوری باز نکنن. نتیجه گرفتن که اصلا این کار غلطه. اوه چرا همه رو نمیدید؟ اصلا همه رو بریز بابا همه رو بریز. داداش بذاریم وارث بخوره. خرش کن بابا. اون تاریخش تا یه هفته دیگه هم نمیمونه چرا سه وارث. همون بذار یک دو تا سه تا چهار تا 5 تا 6 تا. این 6 تا برای من فعلا. سیرت هم بردار. چه عطری داره. 4 تا 5 تا این 6 تا 6 تا. این 7 تو من بابا بردارین بگیرین. این 7 تا 7 من 8 تو 9 من بین این دوست. خب همون اندازه کافی شد. منظور داشتی؟ نه دور داشتی؟ نه 3 تا سیر من 3 تا سیر تو. بیا. اوه قارچه باجی خود سیره. خب آقا بریم الان سسمون رو درست بکنیم مایه مکانی تا اون آماده بشه. آره دیگه. بریم ببینیم چیکار. سیسیای عزیزم عددهای دلم قارچاتون رو به صورت نگینی خورد میکنید. خب همینجوری. من نمیدونم شما دوست کامل میخورید یا نه. من این تای قارچو هیچ وقت نمیخورم. جدی میگی؟ تق سربازی رفتی؟ در میارم یه جوری میگم خودش سربازی رفتی. من موافقم. نمیدونم شما دوتایی تو معافی؟ مافیا تحصیلی فعلا میگه و با هم مافیا تحصیلی مو سربازی اونم با هم میریم. تمام ما یه ماه دیگه. خب دیگه با همین. بگید بعدی آبجوی گلم. تو به غذا نمیرسی یا تا موقع سیری همه رو خوردی. یه دونه میکنه یه دونه میخوره. داداش اصل آشپزی همینه. همه میخورن واسه خودش. خب عزیزای دلم این ریکورد نکن.
الان رکورده. به من چه؟ یه کار بهش سپردیم. بابا خفش. آره ببینیم بابا. خفش. گی بخیر. کاش تو بشقاب خورد نمی‌کنه. بلد نیستی؟ نه بشقاب کنم. مثل عکاسی تا اینم میگه. بابا فقط تو اصلاح رنگ و اینا. بچه‌ها دوربینم سوخت. شماها برید اون فلافل من ازش بگیر. آقا من فلافل تو همین الان بعد ویدیو بهت میدم. نه. فلافل آخه مشتی. همچین تو ویدیو میگم استیک میدم. چی؟ تو فلافل چیه؟ استیک میدم. دروغ نگو آقا، دروغ نگو. آخه مخاطب داره این ویدیو رو نگاه میکنه. من کی گفتم؟ الان میذارم تو ویدیو بچه‌ها ببینن. بذار. کوتاه مدت یه فلافل دیگه میرسه دیگه. فلافل شما به شما استیک هم میرسه. خب خودش گفت به بودجه من نمیخوره. باشه بگم بعد. نه دیگه. خیلی خوب. باشه. خب یه دقیقه نخوره ببین چیکار داریم میکنیم. تو چه؟ نگاه مال تو رو خوردم. ادامه نده. خوشگل من شب شد لالاکو. یه دونه از این تقارچی ها میندازیم. این از قارچ تمام شد؟ کندی کمان که تو کلش رو انداختی دور، من کلش هم استفاده کردم. خب دیگه حالا هر کی یه جور استفاده. صحبت نکنه. کندی اصلا چه حرفی تو به من میزنی؟ سیسیای گلم برای رنده کردن سیر رو میشه رنده کرد. رنده داره میکنه. تو له میکنی؟ والا رنده کردی؟ سیره رو حس میکنم یارو همینجوری داد بهمون، هم میدونست چی داره میده. آره یه ذره سیرش خسته است. دستامونو شور سیمدی؟ پسر مگه دست میشوره واسه قصه داور خانم هستن حالا نگی نمیشنوه. گفتم آره راست شستیم آقا شستیم. وای چه سیر بد دستیه. همون بهتر که تو یوتیوب فقط صدا میاد بو نمیاد. خب میزنیم به برق. برای منم میزنی؟ نه جهنم. دست نداری؟ نه. آفرین پسر حرف گوش کننده پسر. دیگه چی کار کنم؟ نه کانال باید تو ویدیوی خود جبران تو ویدیوم چیکار کنم؟ چیزی با قرار بزنم به برق من برات میذارم. اوه شاید به چیزهای دیگه شاید زدی. روشن شده. چرا عثمان شد؟ من احساس می‌کنم سیرمون کم حاجی. سیر کمتر زندگی. من فکر می‌کنم. روابط اجتماعی بیشتر. اون افتضاح اصلا روابط اجتماعی رو روش صحبت نکن. آقا کاش کره رو همون دوتا میگرفتیم. من چرا با حرفتون بابا یه دونه بس. اینجا کره ها. پاستوریزه. بیا ببین میتونی واقعا این کدش برای من؟ برو صبر کن. حرف نزن بابا خسته شد. آن و آف. سیمش روشه. الان روشنه؟ الان روشنه. من در این حد میدونم. نه خاموش کرده. یه چیزی داره میشه صدا داره میده. نه اون که آره. داره صدا میده. دادکو. بسم الله. قبل الله. دوتا کره واقعا نیاز نبوده علی جان. دوتا کره اصلا نیاز نبوده. چو بزنم سلکت. قهوه مثبت. مرسی که هم پشت 1200. من رو نبود 600 800 یه نه کره میگیرم بلند کنی خاموش میشه. آره دیگه خیلی خفنه. نمیدونستم. اینو برای اینجا میخواستی؟ نوز کجا؟ تو اون ریختی؟ نه دست تو بودا. هیچ چیزی رو نباید بهش بسید. بابا حاجی خیلی جوابا. چی؟ گازه. این آره استفاده کنیم لذت ببریم. تو هم هنوز معتقدی؟ که خیلی تجهیزات داریم؟ خیلی بذار همه رو نکردیم. کدوم مثلا؟ اونایی که تو با جعبه‌شون پشتن. اونا که کاش رو نکنیم اصلا میدونی؟ خب شب شد لالاکو. مادر پدر ما به فکر اینکه یه موقعی بچه‌مون داره مهندس میشه دکتر میشه آشپز شد. الان واسه اینجوری دوربین داریم ماکارون پاستا درست میکنیم. پاستا زود گرفتی میدونی قبل اینکه من دهم رو هوا زدم. خودت زدی رو هوا. آقا ای وای من سیرام داره میچسبه.
مثل این که کره نسوزه 2 تا قطره روغن. اوه چه بوی حلالی میره. آقا شما کره منو بلند کردی یا نیست؟ جمعشون کره بدیم؟ کره منو برای چه استفاده کردی؟ من بدون استفاده کنیم بعد اینک عجب بودم اول تا اینجا رو با آتیش نکشیدیم. او از این چیزا نداره دود میگیره. عروسک خوش دل من بشین کنار دل من شب شد. این که کپی رایت نداره دیگه. چه؟ این که دیگه کپی رایت نداره. یه چیزای عجیبی کپی رایت دارم. من نظرم ریسکشو نکن. آره. چی شد حالا یه ما ویدیو عکاسی رفتیم تو ویدیو غذا. تو بگو. چون عکاسی ویو نداشت. اینقدر خیلی منطقی. خیلی منطقی. منم موافقم. ویو داره ها. ما خدا وکیلی غذا بهتره تا یه چیزی میخوریم و هی ما بریم گوشه تشنه برمیگردیم. بابا من برای چی اومدم اینجا اصلا؟ این کمتر هم میشه بابا بنازم. اون سوختنی نمیاد یه ذره یه نمود. شما ول کردی اومدی نسوخت. برو یه چک بکن. بدش برشته شده نسوخت. من که از خودم آماده است. خیلی خوب داره پیش میره. این مثل منه خیلی آروم. این برای پارسه. تو داری چی پوست میکنی؟ سیر؟ آره همه چسبید. آقا چی شد الان اصلا یوتیوب تو گفتی بزنی؟ چرا الان باید تو یوتیوب؟ بعد چرا اینقدر تو وازی؟ چی بازه؟ سرد هوا. من کاپشن پوشیده بودم بعد تو یه گفتی من زیرش این رو داشتم بعد پیشمن رو کاپشن نمیشد بعد کاپشن کثیف شد خیلی ناراحت شدم. خدا رو شکر اینو زیرش داشتی. اگه نداشتم که ویوی بیشتر اما ویوی بیشتر به چه قیمت؟ ویدیوی آخرم بود دیگه. البته نه حاجی ویدیو آخر من میشه چون کانال من بود. نه دیگه میگم آمار اینو بده. این بیشرف لخت که تو ویدیوی تو فکر نکنم به لخت بودن گیر بدن ها. من دیدم بعضا بچه لخت سیری میکنن. آره دیگه اصلا اشاره بدم خاصی نداره. شما مرغا رو با پوستش میخوای بریزی؟ سفالی طور میخوای بریزی؟ ما رو سفالی اسلایس میکنی میزنی. این اسلایسه؟ سخفویته میزنی و ماما میا ماما سیکا. من خودم از الان یه حالیم. نمک فلفل رو ولی کاش بیاریم دم دستمون. موافقی؟ بله. من میارم. اینو تو غذا نمیشه ریخت. چی بود؟ پودر گل سرخ. پودر گل نریزیم. عمر گل لاله. خیر. پودر لبو رو ولی هستم. شکلات چیپسی رو هستم. پودر لبو چجوری؟ پودر لبو خوش شده. با تشکر. مثل که حواست به ما هم. ما خودمون گرم میزنیم. نگو اگه کامنتی پسر رو حمایت کن لطفا. مجید جاش خالی الان. مجید داره. من یه چیز ازش یاد گرفتم. چی؟ عرض ادب طول احترام. دیگه. تا سال ویدیو اول خیلی بفهمم. خوبه. جهت‌های دیگه نزن. بعدا میزنم الان. پیاز هم میتونستیم. مامانامون الان هر دارن میخندن ها که یه ما به اینا قضیه چی داریم چه غلطی دارن تو ویدیو میکنن. خب بوی تندیش یه جوریه که قشنگ. تندی چرا؟ قراره بزن ها فلفل. کار داری میکنی؟ به نظرت با این یا بی این؟ اینو تو اون بریزی؟ آره. تو با این میری؟ نه تو چجوری سرو میکنی؟ من جدا روش پوستشو میکنی یا نه؟ پوستشو بکنی؟ زیباییش میده. نکنه. این یا قراره خیلی خوشمزه بشه یا اصلا ببین یا همین بیمارستانی. نه بیمارستان خوشمزه شده. اون که خودمون درست نکردیم خوشمزه است. یه چیزی بخوریم حداقل. آره گارنیش روش. گارنیش این تاپیک میشه گارنیش نمیشه. نه چی میشه؟ یا مادرم برای ما گفت بیایید بخورید. حلالت مادر چیه حاجی؟ ادیتور خودم سیاسفیدش. بیلی بریم سرو کنیم. تو همونجوری شد میخوای سرو کنی؟ نه آقا چقدر دخالت میکنه تو کار من برادر. بریم. خب غذا آماده؟ غذای شما شروع کنم بعد.
دیگه ببینم چی میگه دیگه، امتیازی هر چی دیگه، مثلا رو پشتمون میکنی. پشتمون رو کنم دوربین. باش. بریم تابلو صحبت کنیم با. آره چه خبر؟ اسم وونکا کجا میاد؟ ولی وانکا. چه خفن. بله کلاهشو نمیبینی؟ آقا تقریبا آخرین فیلمی که دیدم واقعا همون شبکه 2 هم دیدم. آره. خوبه. خیلی از سایت‌ها دنبال نمی‌کنم. خیلی زیباست. خب نظرت چیه؟ فکر کنی چی؟ من نمیدونم. مثلا اینجوری بودم که اگه مثلا مانیتایز بودیم گفتم اون بشقابی که مثلا بعد بود رو پرت کنه. نه تمام شد. هر دوش واقعا خوشمزه بود. عالی بود. نه اینو دوست نداشتم. این حرف دوست نداشتم. فرقی که با هم داشت که همش ادویه‌هایی که زده بود. ادویه‌های این و ادویه‌های کم بهتر بود. سلیقه‌ای یه بار ببینیم ماما. خب ببین عکاسی که اصلا میگم اون اصلا ببین نمیدونم چی بهت بگم، نه تو آشپزی به من میخوری نه تو عکاسی به من میخوری. نه بابا فلافل بده یه غذا بزنیم فلافل، شاید فلافل درست کردیم اما یه فلافلم بهت میده. آقا مرسی که تا آخر ویدیو همراه بودید. ببین یه ذره فقط نمک غذای من کم بود، فقط یه ذره نمک بود اما زیبا نگاه کن. یه جوری داره میگه ناراحت نشه. هلتی بود غذای من، هلتی بود. چی بود؟ هلتی. فرقش چیه که هلتی بود؟ نمکش کمتر بود. نمک کمتر. آره اما اینقدر کره میریختیم. اینقدر پنیر. هلتی. آقا بریم تا ویدیوی بعدی. چاکرتم داداش. به طبق من باختی دیگه. مراقب خودتون باشید.